دوستان عزیز و ارجمند، درود بر شما. دکتر شهره ارشادی هستم با آرزوی تندرستی و جوانی طولانی برای شما عزیزان. دوستان، همطور که میدونین من بورد تخصصی دارم از اکادمی انتی ایجینگ امریکا، اکادمی ضد پیری امریکا. البته من آرزو دارم که همه شما عزیزان پیر بشین تا 120 سالگی سالم و تندرست و پر انرژی، مخصوصا با این محصولاتی که شما رو جوان و سالم حفظ میکنن. دوستان، ممنونم از توجهتون، از سوالهایی که میکنین. هم سوالها رو تلفنی جواب میدم، هم خوشحال میشم که با شما عزیزان در مورد شرایطی که دارین و حالا بیماری هایی که داشتین خوب شدین یا بیماری هایی که هنوز هست صحبت بکنیم. با ما با تلفن تماس بگیرین، حتما خوشحال میشم با شما صحبت کنم و سوال هاتون رو هم در برنامه های تلویزیون پاسخ میدم. امروز در مورد دیابت نوع دوم و دیابت نوع سوم که در برنامه‌های قبلی یک اشاره مختصر کردم صحبت می‌کنیم. دیابت نوع سوم توجه زیادی گرفته، سوال‌های زیادی داشتین، حتی پزشکان با من تماس گرفتن، گفتن چی میگی، ما نشنیدیم. گفتیم خیلی خوب، اینها علم جدید پزشکی هست که نشون میده که افرادی که بیماری نوع دوم دارن بعد از مدتی که بهش توجه نشه و یا درست کنترل نشه تبدیل به بیماری قند نوع سوم میشه که امروز در موردش صحبت میکنیم. همچنین در مورد آزمایش A1C، آزمایش قند صحبت میکنیم. در مورد پیشگیری از سکته های قلبی و سکته های مغزی، کاهش فشار خون. ببینین الان تمام این گرفتاری هایی که بهش توجه دارین رو در برنامه امروز صحبت میکنیم و پیشگیری و از بین بردن سلول های سرطانی. یه ذره بحثمون جامع هست ولی زودتر شروع میکنم که به همه مطالب برسیم. شما هم اگر سوالهایی دارین یادداشت بکنین، تماس بگیرین، خوشحال میشم که سوالهای شما رو پاسخ بدم. حالا میریم به سراغ بیماری قند نوع سوم. وقتی که بیماری قند نوع دو در بدن به وجود میاد، همونطوری که میدونین و سالها در موردش صحبت کردیم، بیماری قند نوع دوم آتو ایمیون دیزیز هست، یعنی بدن بر علیه خودش پادزهر درست میکنه، انتیبادی درست میکنه. این انتیبادی ها میرن انسولین رو میگیرن، نمیگذارن که انسولین کارش رو انجام بده. بیماری اینفلامیجینگ، یعنی اینفلامیشن و ایجینگ توأم هست. تورم توأم با بیماری هایی که در اثر گذشت زمان به وجود میاد. به این اصطلاحاتی که من استفاده می کنم توجه کنین. این اصطلاحات علم پزشکی نیمه دوم بعد از ربع قرن سال 2000، یعنی در سال 2024 2025 که آغاز ربع دوم قرن 21 هست، صحبت از اینفلامیجینگ هست، صحبت از تایپ 3 دیابتیس هست، صحبت از الزایمر هست و صحبت از پیشگیری و کشتن سلول های سرطانی. یعنی صحبتی که ما با هم امروز داریم دقیقاً بر اساس علم و ساینس بروز هست. توجه کنید. وقتی که التهاب در بدن به وجود میاد،
آنتیبادی ها بر علیه انسولین شروع به فعالیت میکنن، دست و پای انسولین رو میبندن، نمیگذارن که قند خون رو کاهش بده. بیماری آتو ایمیون، بیماری خود ایمنی هست. حالا سعی بر اینه که آنتیبادی ها رو کاهش بدیم که انسولین آزاد بشه، بتونه کارش رو انجام بده. بلاد شوگر ساپورت محصولی هست که 100% طبیعی هست. بلاد شوگر ساپورت روزانه 1 یا 2 کپسول استفاده میکنین. بلاد شوگر ساپورت رو در سراسر جهان عزیزان ما استفاده کردن. حتی ما کلاینت هایی داشتیم که A1C شون 13 یا 14 بوده و اومده و رسیده به 6، یعنی از 7 هم کمتر شده. A1C باید از 6 کمتر باشه. 4، 5 یا 6 بسیار بسیار خوبه. بلاد شوگر ساپورت روزانه 1 یا 2 کپسول قند خون شما رو کاهش میده. 100% طبیعی هست. همزمان با انسولین، همزمان با داروهاتون میتونین استفاده کنین. خیلی از شما به من گفتین که با دارو قند کنترل نمیشه و نوسان داره، بالا پایین میشه. صبح 80، ظهر میشه 200، دوباره شب میشه 300. برای اینکه نوسان ها رو از بین ببریم روزانه 2 کپسول بلاد شوگر ساپورت، یه دونه صبح بعد از صبحانه، یه دونه ظهر بعد از نهار. شب استفاده نمی کنیم که یه موقع قند خون رو زیاد پایین نیاره. در طول روز میتونین اندازه بگیرین یا اینکه حس کنین که آیا قند خون الان درسته یا نه. ولی اگه احساس کردین کمه، یه نبات نوش جان کنین، بالانسش درست میشه. بلاد شوگر ساپورت رو تهیه کنین، استفاده کنین. من قول میدم که همونطوری که در این 20-25 سال گذشته نتیجه گرفتین، کماکان نتیجه خواهید گرفت. حالا بیماری قند نوع سوم چیه؟ تایپ 3 دیابتیس. بیماری قند نوع سوم تبدیل به الزایمر میشه، تبدیل به فراموشی میشه، تبدیل به دیمنتیا میشه و تبدیل به الزایمر میشه. الان امسال در امریکا حدود 7 میلیون نفر مبتلا به الزایمر هستند و واقعا وحشتناکه. یعنی من خودم میترسم اصلا راجع به الزایمر صحبت بکنم، برای اینکه ببینین شما تمام خاطراتتون، تمام عزیزانتون رو فراموش میکنین. اصلا یادتون نمیاد که دخترتون کیه یا پسرتون کیه یا خانواده چه افرادی هستن. خیلی خیلی سخته. امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان به الزایمر و به دیمنشیا مبتلا نشین. حالا ما چیکار میکنیم؟ اولا که alpha LA. alpha LA is a universal antioxidant. antioxidانتی هست که در تمام بدن، در تک تک سلول ها، مخصوصا سلول های مغز میره و از بین رفتن نورون ها جلوگیری میکنه. یعنی نورون های مغز رو سالم حفظ میکنه. ببینین چقدر مهمه که ما برای حفظ سلامت مغز و حفظ سلامت نورون های مغز بتونیم یک محصول رو استفاده کنیم که مغز ما رو سالم نگه داره. الفا LA روی سایت اگه برین javani.us اولین پروداکت الفا LA هست. الفا LA رو تهیه بکنین سیستم عصبی رو سالم میکنه. اگر که در انتهای انگشتان، انگشتای دست، انگشتای پا احساس میکنین که بی‌حسی هست، سوزن سوزن میشه، نام میشه، حسش از بین میره، مخصوصا در افرادی که بیماری قند دارن، الفا LA
کمک میکنه این سیستم عصبی رو در اکستریمیتیز، در انتهای بدن سالم نگه داره، همونطوری که نورون ها رو در مغز سالم نگه میداره. چقدر باید توجه کنیم به این که فراموشی پیدا نکنیم، دیمنشیا و خدای نکرده الزایمر که اصلا اسمش هم ترسناک است. بالانس بلاد شوگر ساپورت کمک میکنه قند و اینفلامیشن رو کاهش میده، A1C رو زیر 7 نگه میداره و الفا LA نورون های مغز و سیستم عصبی رو در انتهای بدن، در انتهای انگشتای دست و پا و در سراسر بدن و مخصوصا در مغز سالم نگه میداره. ممنونم آقای اندرو، لطف کنین اگر اون گلوبول های قرمز رو نشون بدین با دوستان کمی هم در مورد ممنون از شما A1C صحبت بکنیم که قند میچسبه به این گلوبول های قرمز. هر میزان قندی که شما بخورین در بدن تبدیل به گلوکوز میشه و میچسبه به این گلوبول های قرمز. عمر گلوبول قرمز از روزی که هر یه دونه از اینا درست میشه تا روزی که از بین بره 120 روزه. هیموگلوبین A1C میزان قند 120 روز گذشته شما رو نشون میده. درسته که صبح اندازه میگیرین، شب هم اندازه میگیرین، قند رو بسیار مهم هست، ولی قند 120 روز گذشته نشون میده که در این 120 روز به وضع لوزالمعده شما، مغز شما، قلب شما، عروق شما و جریان خون شما به چه صورت بوده، خون چقدر غلیظ بوده و آیا میتونه قشنگ و راحت در داخل رگها حرکت کنه. بی نهایت اهمیت داره. خواهش میکنم توجه کنین برای خودتون و عزیزانی که میخواین که تا 120 سالگی انشالله سالم و سلامت بمونن و هوش و حافظه‌شون رو هم حفظ کنن. حالا بریم به سراغ این سلول های سرطانی که پشت سر من میبینین که متاسفانه آمار اکادمی سرطان امریکا نشون میده که افرادی که از سال 1965 به بعد در امریکا به دنیا اومدن، احتمال اینکه، باید بگم بدشانسی اینکه، نه اینکه شانس اینکه، بدشانسی اینکه مبتلا به سرطان بشن به مراتب بیشتر هست و ما میبینیم که در اقصا نقاط دنیا سرطان چقدر تعدادش زیاد شده، مخصوصا در بین جوانها. حالا ما با یک ترکیب 100% گیاهی، 100% گیاهی و ارگانیک، ترکیب گیاهی و ارگانیک و خالص، یک نوع گیاه فقط و خالص. آقای اندرو اگه لطف کنین اون گیاهان سبز رو هم به دوستان عزیز ما نشون بدین ممنون میشم. ببینین که فقط یک نوع گیاه ارگانیک هست که وارد بدن میشه و میره و این سلول های سرطانی رو پیدا میکنه و از بین میبره. حالا اگر که شما مبتلا به سرطان هستین الان و در حال شیمی درمانی هستین یا جراحی کردین و یا پرتو درمانی میکنین و یا اینکه در 20 سال گذشته سرطان داشتین و خوشبختانه ریکاور کردین و سروایور هستین و دیگه الان سرطان در بدنتون وجود نداره، یا اینکه در خانواده ژن‌های سرطانی وجود داشته و میخواین که پیشگیری کنین، از پروسل استفاده کنین. ببینیم پروسل گیاه و ارگانیکه. درست مثل این خیلی از من سوال میکنین
که میشه که ما پروسل رو استفاده کنیم در حال شیمی درمانی، در حال پرتو درمانی، بعد از جراحی ها. حتی افرادی که مثلا سال گذشته یا 6 ماه گذشته مبتلا به سرطان بودن، الان کانسر فری هستن، سرطان ندارن. ولی پزشک معالج میگه هر 6 ماه یک بار یا هر 1 سال یک بار برین چک کنین، پتسکن کنین، ام‌آرآی کنین که ببینن، مطمئن بشن سلولای سرطانی به وجود نیامدن. ولی سلولای سرطانی رو اینجا پشت سر من میبینین، اینها یه دفعه به صورت تومور در نمیان، تک تک این سلول ها به وجود میان، بعد تعدادشون زیاد میشه. وقتی تعداد زیاد شد که در پتسکن یا در ام‌آرآی یا کتسکن دیده میشن. ولی وقتی اینطوری تک تک هستن، با پروسل ما میتونیم اینا رو از بین ببریم. جواب سوالتون که آیا میشه پروسل رو همزمان استفاده کرد، در این است که پروسل مثل قرمه سبزیه و فقط یک نوع سبزیه. شما میگین اگه ما شیمی درمانی میکنیم میشه که قرمه سبزی بخوریم؟ حتما میشه. همه پزشکانتون بهتون میگن هیچ اشکالی نداره. پروسل یک نوع گیاه ارگانیک خالص هست، 100% طبیعیه. کارش اینه که میره توی بدن میگرده، مثل این گلبول های تیسل که میرن و به سلول سرطانی حمله میکنن و سلول سرطانی رو میگیرن و از بین میبرن. پروسل میره تک تک این سلول ها رو هر جای بدن که باشن پیدا میکنه و از بین میبره. به این عمل پروسل میگن اپوپتوسیس، APOPTOSIS. هر کجای دنیا هستین از پزشک متخصص سرطانتون بپرسین در مورد اپوپتوسیس میدونن یا نه. دقیقاً بهتون میگن میدونن، باید بدونن، وظیفه شده که بدونن که اپوپتوسیس چیکار میکنه. 25% داروهایی که با نسخه تجویز میشن داروهای گیاهی هستن. اپوپتوسیس کاری هست که پروسل انجام میده. پروگرام سل دث، میره میگرده سلول سالم و هیچ کاری باش نداره. درست مثل قرمه سبزی، با سلول سالم هیچ کاری نداره، به سلول سالم صدمه نمیزنه. میره میگرده. اینجا رو نگاه کنین، دقیقاً این گلبول های تیسل میچسبن به پروسل، میرن سلول سرطانی رو پیدا میکنن، حمله میکنن و این سلول سرطانی رو از بین میبرن. پروسل رو تهیه کنین، دقیقاً به شما کمک میکنه که قبل از اینکه این سلول ها تعدادشون زیاد بشن و به هم بچسبن و گرفتاری ایجاد کنن، تک تک سلول های سرطانی رو در بدن از بین میبره. روی سایت ما javani.us سپیشل هایی برای شما داریم. 3 بسته تهیه کنین، مثل همیشه بسته 4 رایگانه. برین بیت پلاس رو که الان در موردش صحبت میکنیم، به خاطر برنامه‌های تلویزیون 1 بسته بخرین، بسته 2 رو رایگان بهتون میدیم، برای اینکه میخوایم که از سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی پیشگیری کنیم. پس پروسل رو برای از بین بردن سلول‌های سرطانی، سلول‌های پیر، نه اینکه فقط سرطانی، سلولایی که خراب شدن، سلولایی که پیر شدن، سلولایی که در اثر بیماری صدمه دیدن، سلولایی که در اثر ویروس ها، در اثر کووید در بدن صدمه دیدن، میره میگرده. این رو آفریدگار در بدن این برنامه ریزی اپوپتوسیس رو گذاشته، یعنی آفریدگار پروگرامد سل دث رو در بدن ما برنامه ریزی کرده. ما فقط داریم بهش کمک میکنیم که کارش رو انجام بده. پروسل
عمل ایپاپتوسیس رو پروموت میکنه، انجام میده، کمک میکنه سلول های خراب، سلول های پیر، سلول هایی که صدمه دیدن و سلول های سرطانی رو میگرده پیدا میکنه و از بین میبره. دیگه فکر میکنم بهتر از این امکان نداره. javani.us. و یا اگر سوال هایی دارین که مطمئنم دارین، برای اینکه مطالب جدیده، کسی در مورد این مطالب تا حالا با شما صحبت نکرده، حداقل من نشنیدم که کسی در این مورد صحبت بکنه. سوال هاتون رو با کمال میل پاسخ میدیم. روی سایت ما قسمت ساینس هم اگه برین تمام این مطالب علمی برای شما اونجا گذاشته شده که بتونین مطالعه کنین. حالا آقای اندرو لطف کنین اون مغز رو هم نشون بدین که با دوستان در مورد پیشگیری از سکته های قلبی و سکته های مغزی صحبت بکنیم. وقتی رگ‌ها تنگ میشن، وقتی که جریان خون درست صورت نمیگیره، وقتی یک لخته در مغز به وجود بیاد، این خون رد نمیشه و میبینین که مغز سیاه میشه، اونجا نکروزه میشه و سکته قلبی سکته مغزی به وجود میاد. و وقتی این حالت در مویرگ‌های قلب، در مویرگ‌های مغز، در مویرگ‌های چشم اتفاق بیفته، سکته های قلبی، سکته های مغزی و پاره شدن و خونریزی در مویرگ‌های چشم و مویرگ‌های کلیه به وجود میاد و اختلالات کلیه که منجر به دیالیز میشه. Brain Beat Plus رگ‌ها رو باز میکنه، گاز نیتریک اکساید درست میکنه، NO، میره داخل رگ رو باز میکنه. وقتی رگ باز بشه جریان خون درست انجام میشه، از پلیتلت اگریگیشن جلوگیری میکنه. پلیتلت اگریگیشن موقعی هست که پلاکت های خون به هم میچسبن و لخته درست میکنن. برین بیت پلاس فشار خون رو کاهش میده، از به وجود اومدن لخته جلوگیری میکنه، رگ ها رو باز میکنه. وقتی رگ باز بشه حافظه شما در مغز بهتر میشه، قلب سالمتر میشه، خون بهتر جریان پیدا میکنه، فشار خون کاهش پیدا میکنه. شما ببینید رگ وقتی تنگه، قلب باید با فشار این خون رو به گردش در بیاره، فشار خون میره بالا. وقتی رگ باز میشه، وقتی در داخل رگ گاز نیتریک اکساید ایجاد میشه، رگ باز میشه، فشار خون کاهش پیدا میکنه، از سکته های قلبی و سکته های مغزی جلوگیری میشه. امیدوارم شاد و سالم و تندرست و جوان و پر انرژی باشین. سایت ما رو توجه کنین، javani.us. هر سوالی هم که دارین هم میتونین اونجا سوالتون رو بپرسین، پاسخ میدیم. هم میتونین تلفنی 310 858 7006 310 858 7006 با ما تماس بگیرین. خوشحال میشم با شما عزیزان گفتگو کنم و سوالهای شما رو پاسخ بدم. شاد باش و دیرزی.